در روایت آمده است که امام صادق علیه السلام در هنگام نماز این جمله را بیان می کردند: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شما نیز در هنگام نماز از شر شیطان به خدا پناه ببرید. البته تنها گفتن جمله فوق در زبان منظور نیست، باید دل انسان نیز متوجه خدا باشد و خود را از هوا و هوس جدا نماید. خداوند در قرآن کریم می فرماید: هرگاه وسوسه های شیطان متوجه تو شد، به خدا پناه ببر و خود را به او بسپار و از لطفش مدد بخواه، زیرا او هم سخن تو را میشنود و هم از اسرار درونت آگاه است و از وسوسه های شیطان نیز خبر است.